فروشگاه اینستاگرامی دارم، سایت بزنم یا نه؟ صرف نظر از اینکه این اینستاگرام تو چه مرحله خوبه یا بد، فروش بالایی داری یا نه، این رو داری از نگاه یک سئو کار میشنوی. با وجود اینکه همه ماها میدونیم که چقدر اینستاگرام محبوب هست، اما هدفش چیز دیگه است و سایت داشتن هدفش چیز دیگه است. میخوام خیلی خلاصه بهت بگم که اگر کسب و کارت رو ببری سمت بستر یک وبسایت، چه مزایایی میتونه برای فروشت و کسب و کارت داشته باشه. اول از همه میخوام بهت بگم که گوگل در مورد اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی چی میگه. چون از نگاه من سئو کار، گوگل خیلی اهمیت بالاتری نسبت به تبلیغات در اینستاگرام داره. خود شرکت گوگل که مقالاتش هم موجود هست اومده و صراحتاً اعلام کرده برای تبلیغات اولین چیزی که پیشنهاد داده شبکه‌های اجتماعی هست، مثل اینستاگرام که توی جامعه ما خیلی محبوبه. پس نتیجه میگیریم که شما کسب و کارت رو اگر بتونی در بستر یک وبسایت پیاده سازی بکنی و بعد اون رو در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ بکنی، از نگاه گوگل خیلی جذاب و ایدئاله. اما مزایای داشتن یک وبسایت در کنار اینستاگرام چیه؟ اولین مورد افزایش اعتماد و برندسازی هست. مشتری‌ها معمولاً به کسب و کارهایی که یک سایت دارن و در اون سایت نشان اعتماد الکترونیکی مثل این نماد رو می‌بینن، خیلی راحت‌تر اعتماد می‌کنن. دومین مورد کنترل بر مدیریت محتوای شما هست. صرف نظر از اینکه چه محدودیت‌هایی توی این اینستاگرام برای تولید محتوا وجود داره، به عنوان مثال محتوای شما توی یک حجم زیادی از محتواها گم بشه، کمتر دیده بشه، در چه ساعتی از روز چقدر بازدید بگیره، ولی در بستر وبسایت اینجوری نیست. شما میتونی اون محتوات رو مدیریت کنی. اینکه مدیریت محتوات میتونه به شکل متن باشه، تصویر باشه، فیلم باشه و بیای اون رو خیلی راحت کاتگورایزش بکنی، دسته‌بندیش بکنی و به بهترین شکل به کاربر نشون بدی، نه صرفاً توی قالب استوری، ریلز یا پست. اینم اضافه کنم که با یه یو ایکس خیلی خوب یا همون یوزر اکسپریانس، شما میتونی بیای با توجه به سرعت کند اینترنت ایران اطلاعات رو در سریع‌ترین زمان ممکن به کاربرت ارائه بدی. بهبود سئو و دیده شدن توی گوگل، تقریبا میتونم به جرئت بگم تمام پروژه‌ای که تا الان روشون کار کردم، بیشترین میزان ورودی که توی اون سایت دیدم از سمت سرچ ارگانیک بوده که کاربرها نیازشون رو توی گوگل سرچ کردن و به اون سایت رسیدن. پس برای اینکه بتونی روی سئوت کار بکنی، سئو محتوات کار بکنی، میتونی روی گوگل حساب بکنی. البته اگر به الگوریتم‌های گوگل احترام بذاری، گوگل حتما به سایتت احترام میذاره و تو رو در معرض نمایش خیلی از آدم‌ها قرار میده. یک فروش مستقل از شبکه‌های اجتماعی داری. خیلی موقع میشه که خب ما این اینستاگرام رو با فیلتر شکن باز می‌کنیم و برای اینکه بخوایم توی درگاه پرداخت بریم تا وجه رو کارت به کارت بکنیم برای حالا از هر جایی که قصد خرید داریم، ممکنه که اون درگاه پرداخت بسته بشه یا اصلا باز نشه و با محدودیت‌های مواجه بشه. از طرفی هم از سمت خودت، مشتری ممکنه که بعد از اینکه بخواد وجه رو کارت به کارت بکنه، اون رسیدی که برات میفرسته تقلبی باشه، چون از درگاه پرداختی که خودت تو سایت داری استفاده نکرده. پس شاپرک توی یک سایت بعد از اینکه یه سفارش تکمیل میشه و اون تاییدیه پرداخت رو میبینی، خیالت راحت. اما بخش مورد علاقه من امکان تحلیل داده هاست که توی سایت وجود داره. البته که توی این اینستاگرام هم یک سری گزارشات رو شما میتونی ببینی، ولی باور کن که توی سایت انقدر قشنگ میتونی تحلیل بکنی از میزان ورودی های کاربر به سایتت، مدت زمان ماندگاریش، اینکه هر کاربر از چه صفحه‌ای به چه صفحه‌ای رفته، چقدر تو اون صفحه مونده، چه کاری رو انجام داده، مرد بوده یا زن بوده، از چه شهری بوده. کاملا میتونی اینتنت مخاطبت رو درک بکنی. پس تحلیل داده ها برای یک برندینگ مجموعه ممکنه خیلی اهمیت داشته باشه، اینکه بدون کاربرش چه نیتی داشته باشه. اگه میخوای برنامه ریزی بکنی که برای مشتریات چه چیزی رو عرضه بکنی، کدوم قسمت رو تقویت بکنی و کدوم قسمت رو حتی تغییر بدی، تحلیل داده ها همیشه به کمکت میاد. این موردم خیلی دوست دارم. قابلیت هایی که به سایت میتونی اضافه کنی نسبت به اینستاگرام واقعا خیلی متفاوته. اینستاگرام یک چارچوب مشخصی داره که برای همگان در دسترسه. اون توی سایت ها حالا با توجه به اون هزینه‌ای که می‌کنی، میتونی کلی افزونه و پلاگین های حالا رایگان و حتی پولی
بستگی به اون هدفی که داری هزینه بکنی و بیای به سایتت یک سری ویژگی‌های اضافه کنی. مثلا چی؟ مثلا میتونی باشگاه مشتریان درست بکنی تا مشتریای وفادار جمع بکنی. طرح‌های مختلف بذاری، ارسال پیامک داشته باشی، ایمیل مارکتینگ داشته باشی و کلی برنامه دیگر رو میتونی توی سایتت پیاده بکنی. به نظرت این اینستاگرام هم میشه این کارو کرد؟ در نهایت هزینه تبلیغات. برای جذب فالوور تبلیغات متفاوتی توی اینستاگرام میشه انجام داد. منتها من از نگاه سایت نگاه میکنم چون حرف بیشتری برای گفتن دارم. توی سایت شما با هزینه و سرمایه گذاری روی سئو داخلی و مخصوصا سئو آف پیج، سئو خارجی میتونی دامین اتوریتی یا اعتبار دامنه سایتت رو به مرور ببری بالا و افزایش بدی. تکنیک داره، سری الگوریتم مشخص داره، خب که طبیعیه و از نظر من خیلی منطقیه. سئو سیاه داریم و سئو سفید و خاکستری. البته اگر اصولی و درست و استاندارد انجام بشه، هزینه تبلیغاتی که روی سایت انجام میدی قطعاً بلند مدت تره. به این نگاه میشه بهش نگاه کرد، ولی اصولی انجام بشه ماندگاره و این میمونه. و از طرفی ما یه بحثی به عنوان دامین ایج داریم یا عمر دامنه داریم که همه چیز که درست باشه با گذر زمان آروم آروم سایتت باز هم به خاطر عمر دامنت اعتبار میگیره. بگم این مورد رو یا نگم این مورد رو، هممون میدونیم فیلترینگ واقعا بعضی وقتا اعصاب آدمو خورد میکنه. این که میخواد وصل بشه، وصل میشه میگه تو این اینستاگرام لود نمیشه، همه اینا باعث میشه که کاربر اصلا از خریدش منصرف بشه. توی سایت اینجوری نیست. سایتی که اصولی و استاندارد بیاد بالا و بتونه ضوابط جمهوری اسلامی رعایت بکنه دلیلی برای فیلترینگ نداره. باز هم اینجا این اینستاگرام نسبت به سایت یه پوان منفی تر. در نهایت اینو میخوام بگم که من مخالف این نیستم که این اینستاگرام نباشه فقط سایت باشه یا برعکس فقط این اینستاگرام بیایید با هم دیگه سفید سیاه نبینیم، خاکستری ببینیم. همه اینها باید باشه، همه شبکه‌های اجتماعی باید باشه. در کنارش هم بستر سایت برای بعضی از مشتریاتون حتما در نظر بگیرید. من سایت رو مادر میدونم و بقیه زیر مجموعه ها مثل شبکه‌های اجتماعی میتونن کمک بکنن به برندینگ کلی مجموعهشون.